السلام علیکم. السلام علیکم آقای آصیفو. چطوری خوبی؟ بخیر. الحمدلله جان خوب. جوار جان سلامتی تیک تک تاک. تاکی شکر. آقا زمان چیکار نیم امروز؟ حالا بیکار دیگه منتظر مشتری هستیم دیگه. چند بجه صبح است علی؟ یا حالا دیگه 10 بجه صبح. چند بجه دکان آواز کردین؟ 10 و 10 دقیقه دیگه. अच्छा दोस्तों मैं इस वजह से उर्दू में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरा दोस्त آقای है آصیف چای. سلامت باشی خوش باشی این اردو بلد نیستم زه خاطر ما میخوایم که در آذرگی که دزی گپ دیم تاکي از ما رو بفهمه دیگه یعنی رقم اردو نو چانتا ہے. خو خیره عیب نداره دیگه چی علاوه اینجاست که کارمونی کارشم وظیفه شم چیه حالا وظیفه خوی دیگه هاو برنج موندیم که جوش کنه برنج جور کنیم با بعدش دیگه منتظریم که مشتری بیاد دیگه یا کباب یا خورشتی هر چی خواست که برشون جور میکنیم دیگه یا دیگه دیگه چیز خاصی نیست فعلا دیگه. اینجا چیه اینجا دیگه منقل است دیگه اینجا گریل جور میکنه. بازی خاص دیگه داری منقل گازی دیگه زغالی نیست. بازم هر وقتی مشتری اومد دیگه کباب خواست دیگه بازم اینجا میسنیم میباشید. بابایش خب دیگه اینا هم تقریبا همه برنج ما جوش اومده. بریم تقریبا 3 کیلو برنج بشویم تا بخیر برای چیم پاکت دم کردنش آماده شیم. خیلی خوب صافی رو میگیریم برنج هم که هست نشو تر کرده بودیم دیگه باز میریم ایران. همون طرح کویتا والا آدما که است می کوکینگ ولاگای زیاد می نظر نه کوکینگ خانه خو فرق نمونه خو مقصد برای کورا هتل کی کنی بس بسیار کلان گبنه به خیال از من باید یاد داشته باشی دیگه چی میشه. ماشاءالله سیل کچھ قدری چمرستویه حالا یک خوبی را یک بوتل میتیم تو دیگه بعدی میگیریم یک ذره نمک میپرسیم در موبایل ما خود خدا خیر او بچه او بس بسم الله الرحمن الرحیم. چه تو چی میگه بله دستایشون خیلی تاتو که نباشه بازی برنجا در اونجا ترس نمیخوره نه موبایل نو نمیره دیگه. خوب کبا خو این شد برنج این شد برنج. برنج چی میگه در اردو؟ چاول چاول ہے. चावल मुगे खूब मतलब मो चावल मुगे दाजरगी चावल चावल this is the चावल है. بعد चावल है दाल रस मो चिमगिन दाल है लापा ها लापा بعد اینکه شورک میکنیم بعد نمک مخلوط شده با چی ایران میمونید بعد درش میمونید پس سرجش باش یا منتظر میشینیم تا که چی یا زعفران چی شده؟ یا زعفران یا اوی زعفرانی است. این هتل کی است برای چیه ایرانی هتل آذرگی چطوره؟ نه خب هتل ایرانی است دیگه. آها هتل ایرانی است و غذاهاش هم کلا ایرانی است. مینوهاش هم دیگه است. اگه دوست داری بیا که مینوهاش هم برات نشان بدم. بیا هر رقم غذایی که بگی از اینجا داره. از این قوم‌های غذاهایی است که قد گوجه است. این هم لوبیا سفید است. این هم قیمه است. همین دال همراه بادمجان، این هم دال همراه سیب زمینی، قرمه سبزی و باز کبابش کسی است. کباب همراه نان، کباب همراه سیب زمینی، کباب همراه برنج، کباب همراه سالاد. بازیا بعد دیزی داره. کله پاچه هم داره. این میرزا قاسمی میگه. این هم کسی چلو مرغ است همراه زرشک. کباب همراه زرشک. این هم ریگ بیف است همراه زرشک. این هم شکلین است همراه زرشک. این تمام چیزا یک طرف آل خودشون که است کدامش زیاد دوست دارین؟ من خودم شخصا از بین کبابای شماره 3 کباب همراه برنج و کله پاچه از دوست دارم زیاد. این هم که است باز لم لگ است باقالی پلو همراه مایچه نمی‌خوام. امیر دا بارش کم بگین ای چیه؟ اینا چیه؟
یکی از یک چیز دیزاینی است، دیکور است. آها. بعد این طرف بعد خیلی جالب است این آقای یاسر. سکیج عکسی مسجد است نه؟ باز است بازی جامی است که باز جام شراب است دیگه. ترکیه است ولی این رقم است. اینا رم بگی یک سرکی هم تر نشان بدم ما. یکی از سیر سفید سیر ترشی است. یه از مرچکا است. سیر ترشی سیاه، ترشی مخلوط، ترشی لیته سبز، ترشی لیته سرخ و خیار شور. سال ترکه. خب. اینا شمی تر دکور دیگه. دیکور است و بعضی میخره بعضی که باز از اینجا دیگه همونایی که خیلی آشناست باز همینجا میگه دمه این غذا بتین در موبایل می دیگه میته ما میبره در ایران افغانستان همین رقم زیاد بوده. نبات زعفرانی، نبات سفید، سوهان همراه پسته، سوهان همراه پسته و گاز. شاباش. خوب دیگه. هر چیز است اینجا هم میتر یک نشان بدم شما را که اینا چی است؟ یکی از دوغ است، دوغ گازدار است. این دوغ خانگی است خود ما جور میکنیم. این هم که چی نوشیدنی برای بچه هست. بچه خورد هم دوغ ایران ترکی است. ایش که از این طرفی سمت چپ که است ویتلوکسوس هست. خب اینی دیگه یک جای مشتریایی که میشنه خوب همیتر آرام رستورانت هست ولی چیزا نیه اینجی تر شلوخ نیه دیگه علی وقتی صبح دیگه تر کارم زیاد نیه ویسه نورمالی امی کس که رستوران کار کده شما دمی کس رستوران که شما کار کدین اینا که است کلگیش امیم استرس دارن یا نداره؟ رستوران کلا استرس داره به خاطر که امیال خود میفهم مشتری نیست. خب تو باید در فکری باشی که سعی کنی خب چقدر برین جور کنی چقدر جور نکنی چقدر کباب بزنی چقدر نزنی به خاطر که برای سبا نمونه نه یا برای شب نمونه که خراب نشه چون کباب که امون روز یا برنج که امون روز که اگر رفت مشتری اومد رفت فرش میمونه تازه میمونه ولی اگر از اون تیر شد باز یک ذره خب مزهش هم از بین میره خرابتر میشه باز برنج که هرچی باز زیاد چی کنی باز اون میده میشه خورد میشه تا اون خاطر باز یک طرف استرس هم داره که اگه وقت مشتری باید آن تایم برش بیتی دیر نشه چیزی کم و کس نباشه رستوران خب کار استرسی است ولی خب باید علاقه باشه شوق داشته باشه شوقی داشته باشه نه بازم با جان و دل کار میکنی دوخت میری دوخت میایی و غذا پخته کردن لذت میبری یک لذت خاص داره دیگه او تمام چیزا یک طرف می که رستوران کی کارم کده می قصد تجربه از پیش قبلا که شما گفتین که مطلب ونتیلاخون و دیگه اونجا کار کردیم ثابت کار برق اونا کارش که است یک ذره چیزا ما خودم که است رستوران زیاد کار کردم نه دسر آدم مطلب 13 ساعت کار میگره پول که است از 8 ساعت میگه آدم بس از ما که است می چیزه ما دا آزرگی مو چوتیم گی دا چیزا که است لیدیک موگی لیدیک از مو بسیار کم بودک مطلب ما 6 روز کار میکنم دمزو پیسه از خود معلوم است که چای او ساعتی بیده یا روزانه بیده یا بسیار کم است بس تو شکایت هم میتونی خو مقصد منی از او بسیار چیزای دیگه مشکل آن بس خوب شمیه که آدم بس یا کی کار کنه یا نکنه خوب بهرحال اینا برنجی ما کمی جوش آمد ایره که شور میتیم باز میمونیم تا که آماده شد یالم آماده نیستی یالی آقای آصف یک کباب کوبیده میزنیم همراه پومس همراه سیب زمینی برای از ما پومس بگی در آزرگی چیز میگه پومس در آزرگی چی میشه چیپس چیپس برایشان چیپس میزنیم بعد هر کوبیده ما دو تا یک گوجه سالم داره که رو نصفه میکنیم هواکش هم بزنیم بعد بسم الله اینی هواکش یال فندق اون کار نمیکنه اینه اینجی باشه قاش ماش پورا در میگره دیگه از من یالی سکل هیچ جسم موی نداره خب فقط به خاطر همیسته خیره دیگه ما کسی خدمت ما کسی همراه شغل ما رسی کرده دیگه شغل ما هست یه آشپزی است دیگه I love this خیلی خوب والا فکر کنم آوازم خدا خبره نرایی تر صاف ده خاطری که اونو چیزا داغسته نه ونتیلیشن دیگه بارم که استا یعنی تر بیرون برشون دیگه همیشه بیر من میایم اوکی
ताकि नरम बरेजी सही कन तरकारी खूबसूरत खमस्त اینم دیست میست از من تمام در خورده دفعه اول که چی میمونی؟ هیچ خود روغن میکنه شعله با زیاد میشه شعله که زیاد شد روغن که دو برابر هم میشه با زود کباب زود میسه بعض از شما که کلان گفت شما نگفتین از کجای ایران هستین شما هیچ نگفت ایران من در اصفهان بودم اصفهان 33 پول 33 پول دوستایی که رفته دیگه حتما خونه میدونن خبر دارن کجاست دی قورده نورده پس ایران گه وزیر ده والا اگه راستشه بگم اما خاطری که فامیل هستم که بازم کلان شد اومده اوجه بود نه با اون خاطر فرهنگ و کالچر ما کس از اروپایی ها نمیخوان نه؟ صحیح ایران نگفتن که امروز یولداگره یولداگر پسی که خود یول دازرگی بگی نه که مطلب کریسمیسی تا اوتا نه؟ کریسمیس پیش از کریسمیس هست ولی خب یول است دیگه یالی کلگی تعطیل سویدنی ها در خانه کسایی فامیل داره همه یول موست مخرن آها دیگه یالی ما اینجا باید مثل چوری کار کنید دیگه خب خیره بس خدا شما رو جور بیلا خوش بیلا امی قصد و کوشش کردین مهنت کردین ولی یک مردی زحمتکش هستین شما ما که میبینم این رقم نیست که مثلا بگیم چون سر کار آمده بگیم مرد زحمتکش نه اروپا مجبور میکنه آدم و خاطری که توی ما دمو که پیسه میگیری خب دمو پیسه دمو کرای خانه در خرج خانه دمو لباس یک لباس که موقع بخرید یک تل یا چیزی که در بایسکل یا موتر یا ماشین خود هر چیزی همون میشه پیسه آخرش در تو نمیمونه باز از اون دنگ فنگ دیگه داره خب خیر عیب نداره دیگه بازم خدا رو شکر میکنیم چرا نه همه که چانس بصیر نداره دیگه بصیر رو میشناسی نمیشناسی چرا نه بصیر نام یک رفیق از این هست خب امید به خدا دیگه باز میگه که انسان از وقت بیشتر از نصیب زیاد نخورده تا نیسته نمیتنه او خواست ولی خب بازم باز خدا را شکر که امین جمدین درو مهنت کردن کوشش کردن خدا بله تمام مورم کنه هرش کس نفره هرش کس بیوار است سیل کردن تمام شما را جور بلا خوش بلا آباد بلا اور جان جوری بده مور دنیای شما باید انسان همیشه باید تلاش کنه کار کنه یک انسانی که تلاش نکرد کار نکرد او انسان مرده است انسان زنده باید همیشه کار کنه همیشه باید تلاش کنه هر چی کم و چی زیاد شد شما ماشاءالله بسیار زنده دل انسان هستین که شما نموشتن نه یاری سعی نکن من کسی بیبی فیس هستم خب من پیر سورین کلچ یاری من بخاطر چی کلمه مانا این کلا رو بکشون باید این دیکلم نه یم تا مزاق نه دوریزی نکن خب اینی را ما در دوبارهش میگفتم که یکی است چیزه او راز مزه‌دار کردن کباب و نوسه دیگه مرجرین خوی شاولم که است دم داده شده نه ایر تابال چیزا کردین روغن نختین نه نختین ممکن چیزا بقایش منیزی چیپسک آماده شد بخیش چیپسک مگذر چی بس بوال بخره چکار شو نزوبت یه چی دیگه رنگی سوار نمیگیره او باشه دستات در نگره والا بخاطر یوتیوبرای پلر کار میکنه باشه اولا برافته درو خود دقت کرده رای من که میگم من قد شغل خود رسی کردم او باز فرم تو که از قد تیاره آمده اروپا من که از قاچاق آمده شعر استه شعر یک دم بگی شعر استه شعر استی بابا آسیب ولی یک چیز ما در شما دیدم که بسیار خوش اخلاق انسان استه ایچ وقت هم یه وسیله تو سر نسته ایچ وقت پیشنی تو ما بد اخلاقی کی به جایی رسیده این موبایل شم که اینجا اشته امیر یک دفع نشان بیده یوتیوبرار های کلاس That is the mobile they're very good میفهمی اما چند میارزه؟ یه شاید این قاوه زیاد چی نیارزه اما خط که در بین ازیست شاید بگم بالای 213 هزار کرون بیارزه خط کجا؟ سیم کارت ازوی ده خاطر که از خاطر مشتری هست یک مثال است در این میگه خب میگه گنج زیر خرابه است
یالی هم فکر کنم یک خرابه خب ولی گنگ درون زیسته گیاره بارا او که آیفون 17 داره خب و هیچ نداره فقط در دنیای مجازی است. کم در سویدیش بگی امی جمله را چی کدوم جمله را؟ امی که تازه گفته که مجازی که آیفون خودتون پرو ماکس وی یالی سب کن تریجی جور کن میگم امیر پورا در سویدیش بگی نه بگی دوم سومهار آیفون خودتون eller det kommer nästa iPhone 18. De har ingenting. De har bara den endast abonnemangtelefon. De bara visar sig i social media. Annars, nej, de har ingenting. امی نارم که است در سویدی که است یک ذره چیزا کنو امی تر بگی که Så, först. Vi sköljer risen. وارم واتن Nej, det är inte varmt vatten. Kallt vatten. Aha. Vi sköljer risen så här. Och soja. Sen vi tar kastrullen. Vi lägger lite grann, pyttelite vatten. Och تو چک زیسو لباس سوخته را یه sen vi tar lite olja. Rapsolja. Kastrullen. Så här. Vi tar en ren handduk. För att det blir lättare. Vet? Soja. Så här. ایرا سویدیش مازی و جمع گم چر که گفتن از او که است او قدر مهم نیه امی که شما درو منگرنین دمزی مفهمیم که درو مقصدی گفتوش چی است سمجاو کدوش چی است اگری امی ترتنا است چون امی گبار زده بوره بس او شما نم فهمین بس د گوش کدوم مزه نمدن که خدا چیز گفته رایه خب بهرحال Sen vi tar lite smör. Lägger till. Så här någonting. Sen... تمام شد رفت Ja, den är klar. Vi tar en handduk. På Parisen. Och här kan دختر میبودیم یاد 100 دونه خواستگار داشتم. او نک مزاح ولی باز بخورد از کلگیشون آیفون طلب میکردم. او وی خیره برایت برم که یک آیفون چیه یار دیگه. زیاد بسیار زیاد است یک مثال است خب در این میگه نمیدونم شنیده میگه دیگی که پیاز نداشت دختری که ناز نداشت. اوه یار دلم گفته این رقم هست همون خاطر است که نیست که بچه ها پیسه آیفون رو میره از بانک قرض میکنن بعد دست خدای خدایی میکنن. خب آقا یاسیب الان که از تقریبا ساعت 3:30 است. خب چی کنیم که یک نان بخوریم؟ چی گفتی؟ اوکی دوستان اگه خوش دارن بیاین همراه ما نان بخورن. اوکی اگه نه که جای دوستا نداره آه دیگه ما در جایشون میخوریم و در فکرشان هم هستیم 100%. خب آقا زمان جان این علیم یعنی نان این هم جای دوستا خالی دیگه جایشون خالی من نگ میکنه دیگه. آقا سیفم که خودش دیگه یه چلو کباب میخوره دیگه. کباب همراه برنج لیموش دیگه من که اصلا دال دیگه به قولی آقا یاسف دال دیگه همراه این یک شد قصه زیرم کن نکی یک شد دخول مشتری هم خود دیگه میفهمیم که رستوران کسی یک رقم است آقا یاسف خود در اختیار خود نیست در اختیار مردم است که هر وقتی اومد باید دیگه اینمی تو پاش ده احترام همراهشون خب گفتن نمیشه دیگه. اوکی بسم الله کن بسم الله دیگه. آقای آصف هم که خود خیلی هوای خود خود برنج زعفرانی هم ریخته از من کارگرا کسی این رقمه دیگه میزنیم که دیگه فقط چی دوستایی هم به خاطر شما بود خب که این دال به این بشقا برده اگر نه من خودم شخصا اینی کار میکنم کارگری خب به خاطر که کارگر که باشی خب مال خودت نیستی دیگه خب فقط این تست کرده بخوری بره دیگه. بسم الله اوکی بسم الله نوش جان دیگه دیگه چه اول حالا خوب خدا رو شکر غمی یالم خم همین حسابم که دیگه بانک مشتری ها بدی بخیر درسته زندگی اینجا چی رقم است یخ چطوره امروز والا امروز خب هوا خیلی یخ بود خیلی خب مینوس 4 و 5 بخیره ولی خب من فقط بایسکل اومدم دیگه خوب یخ زدیه خب تا که اومدم اینو دیگه ما اجاق روشن کردیم دیگه خود اول گرم کردیم دیگه بعد از گرم مثل همیشه دیگه طبق معمول برنج آماده کردیم گوشت مشت زدیم این چیزا ولی رقم است سختی داره دیگه. زندگی این چی رقم است چند سال شده شما که آمدین؟ حالا خب من خود زیاد نمیشه 11 سال میشه ولی بازم دیگه چی کنید دیگه خب خیلی هست که 20 سال 25 سال هست ولی خب زندگی در سویدن یک ذره متفاوته دیگه.
یازدم متفاوت کم است. نیاد خیال از ما چون؟ یازدم کم نیاد خیال از نه ما کم خود نیست ولی خود نسبت به دیگه ها سعی کنیم. ولی خب زندگی یک ذره متفاوت در سوئد نسبت به اون کشورهایی که مودش بودیم، یا پاکستان یا افغانستان یا ایران یا هر جایی. ولی خب اینجا یک ذره سخت‌تره دیگه. یعنی دیگه فقط از اون دیگه اگه کار رستوران بشی دیگه باز تعطیلی مطیلی نداره دیگه. اینجا باز پول چند میده که قدر شما جدل قدر این بله پول سعی کنه اینال اگه مثلا کسی باشه که سرویتری کار میکنه آن. که غذا ببره 20 تلی بگیره از مشتری ها او فرق میکنه تا همین 28000 25000 است ماهیانه. ولی کسی که آشپزی کنه او فرق میکنه 35000 38000 چون درسش خوانده. از شما چند است؟ از من خودم شخصا 35000 است که بعد تکس که چی میشه دیگه 29 30000 میمونه. خوبه. خدا رو شکر 29000 تقریبا در خانه امریکن دلار چون که اونا خونم فهم 2900 3000 دلار چیزا میشه. نه تر بگی تاکی نه بس بفهمن آره نه اون چیزا دیگه در چیزی هست دیگه آقای هست دیگه سررس خب بچه اینه که 4 ساله هم که بگی دیگه دینه که کارون فرق تبدیل میکنه این چیزا را دیگه. بعد ولی خب اما پولی که میگیری اینجا بعد اون پس در دولت بیتی دیگه. نایشی خبر دارم خب خیره نایشی عیب نداره حال که ما کار کن مرچن میدن تو خو خدا رو شکر یک چیزی که زبان سوئدی هم یاد داره دیگه انگلیسی هم فول است به خاطر که این سوئدی خب میدونی که انگلیسی هم میچله و همون خاطر تو کار کنی تو هم 30000 100% میده. نه خو اینال ما از ما شروع دیگه ایتر نه اون رقم نیست. یک قانونی خوبی که سوئد داره آیت خودم بهتر میدی اینه که مثلا تو بالای 18 سال که بودی تو رو در بزرگ سال حساب میکنن در کلان سال حساب میکنه بعد حقوق تو رو هم به اندازه یک آدم کلان میده. زیر 18 باشه او حقوق ازره کمتره. بعد دیگه تو حقوق داره 28 این چیزا رو 100% میده به خاطر که کارم کرده در رستوران چیزا بعد خود بلدم هستی دیگه گپ زدن و چیزا بعد خودم یک شیرین زبان هستی خدا رو شکر که مشتری که بیاد دیگه خود کیف میکنه خاصه این واقعا. ولی خود تو این حال یاد من نرفته راستی دوستا رفیقا فرندا یا که بایا لایک سابسکرایب شیر یا چونره و خدای دیگه از خاطر واسیف اگه نمیکنی از خاطر از من اولاد یتیم از خاطر از من کنی دیگه باز اگه نکنی دیگه باز من ناراحته بایی سلامت باشین جارو باشین زنده باشین. ولی خب بازم دوستا چینلی آقای آصف لایک کنید سابسکرایب کنید دیگه و منتظر یک ویدیوهای خیلی هم جالب هم روزمرگی هم وبلاگ های خیلی جالب باشید که بخیر از این دیگه از شما هر وقت می گپ باشیم در سخن باشیم دیگه که دلتنگی نیاریم. باور کنم دلخوشی خود من اینه که وقتی میام یک قشنگ گپ میزنم که در اون سری دنیا یا این سری دنیا هم دیگه میگیم یک کامنت می یک چیزی می آدم یک انرژی میگیره. یعنی مال باور کنم در پست خود نمی کنیم سکو دیگه دوستا دیگه سلامت باشین زنده باشین هر جایی که هستیم فقط بخندیم خود دوستای عزیز دیگه اینال که است ما همینجا ویدیو را ختم مونم برای شما دیگه ویدیو هم که انشالله ما بکرم شاید امشب یول است اونجا بوری لایتینگ و کریسمس اونا را بس ما هم ترالکا یک دور بدون نه کامرا را خوب بس باز انشالله بس مینگرنی دیگه جور باشین خوش باشین خیال خو زیاد برین دیگه لایک یا چونه رو دوستا اوکی فعلا خداحافظ شما رو در خدا و الله پاک میسپارم از این طرف اروپای گکام دیگه به عنوان مثال دیگه کریسمس شما مبارک سال نو جدیدم که بخیر هپی نیو اییر بای جان मैं उर्दू नो जानता है भाई اوکی خدا حافظ